با خودم با کتاب اپیزود 11 خود تشویقی. همه ما اهداف و رویاهایی تو سرمون داریم و تو این اپیزود به موضوعی به نام خود تشویقی و نحوه رسیدن به اهداف و رویاهای خودمون با استفاده از محرکی به نام خودشفقتی میپردازیم. حالا میخواد هدف شما متوقف کردن چرخه سوء استفاده یا ترک رابطه ناسالم باشه یا پایان دادن به رفتارهای مخرب، فرقی نداره. ما باید به بهترین نسخه خودمون تبدیل بشیم که مستلزم برخورداری از خودتشویقی بالاست. خودتشویقی پنجمین و آخرین گام در توسعه خودشفقتیه. این مرحله نه تنها مهم و تعیین کننده است، بلکه سایر اجزای خودشفقتی رو تشدید و تقویت میکنه. بدون خودتشویقی به جای ایجاد انگیزه برای ادامه سفر شفابخش به عادتهای کهنه و مضر و خودانتقادی باز میگردیم. شاید در دوران کودکی در عین خوششانسی با 1 یا 2 نفر ملاقات کرده باشین که شما را تشویق میکردن. معلم، مربی باشگاه، پدر و مادر. اما احتمالاً بیشتر اطرافیان باعث دلسردی و سرخوردگی شما میشدن. البته شاید انتقادها یا ناامید کردنها در مقایسه با آنچه اکنون در ذهنتون میگذره بسیار ناچیز باشه. به همین دلیل تو این اپیزود نه تنها بر خود تشویقی بلکه بر خاموش کردن صدای منتقد درونی تمرکز میکنیم. حالا چجوری خودشفقتی رو تمرین کنیم؟ خودشفقتی نقطه مقابل خود تخریبی و به معنای خودسازیه. گویی تبدیل به مادر یا پدر مهربان برای خودتون میشین. والدینی که قابلیت‌های فرزندانش رو میبینه و در جهت شکوفاییش تلاش میکنه و وقتی فرزندش به هدفش میرسه به جای رنجوندن اون بهش افتخار میکنه، چون خودش هرگز فرصت تحقق آرزوهاش رو نداشته. این رفتار همون خودباوری و توانایی غلبه بر محدودیت‌ها و ناتوانی‌هاست. از این پس به جای تمرکز بر نقاط ضعف و محدودیت‌ها روی نقاط قوت، ویژگی‌های مثبت و مهارتاتون تمرکز کنید. هنگام تمرین خودشفقتی برای تشخیص بهتر توانایی‌هاتون دوباره هدف گذاری کنید. مقصد نهاییتون رو مشخص کنید. خودتون رو با وجود اعمال خوب یا بد گذشته تایید کنید. ویژگی‌های مثبت و منفی خودتون رو صادقانه بیان کنید. خود اصلاحی رو جایگزین خود انتقادی کنید. حالا میخوام یه تمرین بهتون بدم. انتظارات شما از خودتون. فهرستی از انتظارات یا هدف گذاری‌های گذشته خود تهیه کنید. ارتباطش رو بین آزاری که متحمل شدید و انحرافتون از مسیرتون به اهداف مشخص کنید. از این اطلاعات برای دلسوزی و بخشش خود به خاطر عدم دستیابی به هدفاتون استفاده کنید. اکنون در فهرست اهداف و انتظاراتتون تجدید نظر کنید و تنها اهداف معقول و منطقی رو بنویسید. ویژگی‌های شخصیتیتون رو صادقانه ارزیابی کنید. باید مشخص کنید که میخواین کدوم یک از ویژگی‌های شخصی خودتون رو بپذیرین و روی کدوم کار کنید. برای مثال شاید بخواید برخی از خصوصیت اخلاقیتون رو تغییر بدین، مثل بدرفتاری کردن با همسر، فرزند، یا شاید بخواید با کمروییتون کنار بیاین. این تمرین بهتون کمک میکنه تا در مورد ویژگی‌هاتون بیشتر بدونید. تمام ویژگی‌های مثبت، توانایی‌ها و استعدادهاتون رو فهرست کنید. حالا تمام خصوصیات و ویژگی‌های منفیتون هم بنویسید. ویژگی‌های مثبتتون رو بخونید، اون رو بپذیرین و به خودتون افتخار کنید. حالا ویژگی‌های منفیتون رو بخونید و بی‌طرفانه بدون قضاوت اون رو بپذیرین. بگین میدونم که زود رنجم، زود عصبانی میشم، سعی میکنم روش کار کنم. به خودتون افتخار کنید. یکی از مهمترین گام‌ها در توسعه خودشفقتی تشخیص بین خود انتقادی و خود اصلاحیه. بدون شک با درک این تمایز خود انتقادی رو کنار میذارید. نخستین که خود انتقادی متمرکز بر شرمه، اما خود اصلاحی متمرکز بر شفقته. البته این وسط باید منتظر خرابکاری‌های صدای منتقد درونیتونم باشین. شاید هر زمان که به اهدافتون نزدیک میشین، صدای منتقد درونیتون بلندتر بشه و هر بار که یه تغییری در الگوهای قدیمی و منفیتون ایجاد میشه، سرکله زشتش پیدا بشه. انگار که بخشی از وجود ما در صدد پینه کردن به اون صفات منفیه. این خرابکاری معمولاً هنگام شادی یا تغییر نمودن مشخص میشه. برای مثال اگر توسط دیگران مورد پذیرش و عشق قرار بگیرین، منتقد درونی باعث ایجاد رفتاری میشه که اسباب خشم یا رنجش دیگران رو در شما فراهم میکنه.
وقتی این احساس به سراغتون اومد، همونجور که قبلا هم بهتون تمرین داده بودم، سعی کنید با صدای مشوق درونی جایگزینش کنید. به یاد داشته باشین که همه انسان‌ها گاهی با شکست مواجه میشن و این بخشی از شرایط زندگی بشر بوده و هر شکستی یه تجربه یادگیری قدرتمنده. با خودتون عهد کنین که اگه به هر دلیلی به هدفتون نرسیدین، به جای انتقاد با ملایمت، مهربانی و درایت رفتار کنید. بابت تسلیم نشدن به خودتون افتخار کنید. سرتون رو بالا بگیرین، لبخند بزنید. اجازه ندین شرم شما رو از این جایگاه پایین بکشه.